سلام. یکی از خصوصیات خوب آقای دکتر اینه که کسی که با اون دوست باشه هیچ وقت پیر نمیشه. یا دقمرگ میشه یا خودش جوانمرگ میشه و میمیره. اما از اون بهتر خصوصیت منه که تا حالا زنده موندم. سبکا بذار کنار میرم ناکس این پذیرایی که بهمون برنامه میکنی خیلی هم دلت بخواد که بنده بکشم. اصلا شما مثل یه تصادف وحشتناک میمونی. چی گفتی؟ کشته مرده زیاد داری. آها شرمنده اخلاقتم کوچیک آقایون. آیه دکتر این دفعه اصلا وقت تعارفتی که پاره کردن واسه همدیگه رو نداریم. صاف میرم سر اصلی ترین بحث‌های استراتژیکی و راهبردی و بعدش هم کاربردی تاکتیکی نظام الهیمون. اما قبلش از حضورتون اجازه میخوام یه چند کلمه با مسئولین نظام مستقیما خودم صحبت کنم. ببینم چه کار میکنی. حاجی رفسنجانی، احمد خاتمی، آیه روحانی، رسایی، همه اونایی که زدین مطهری رو له و لورده کردین و خود مطهری، لاریجانیای بی ارز و احمق، همه مقامات کشوری و لشکری، شما مگه حالیتون نیست نظام لب پرتگاهه؟ مگه حالیتون نیست که مقام عظما حالشون خرابه؟ مگه حالیتون نیست اون بدبخت هر چی میگه از رو ناچاریه و اگه میتونست همه شما رو میریخت دور و عوضتون میکرد؟ خجالت بکشین، اینطوری سر این بدبخت نیارین. به حاجی رفسنجانی هم بگو که رسم رفاقت اینه که با رفیق پیر شی، نه اینکه وسط راه از رفیق سیر شی. تو مثلا بزرگی بین این مشنگا، نباید که خودت جلوتر از اونا فک مقام بزرگ بیاری پایین. که مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه. به باباش گفت بابا چرا به من میگن بیشور؟ بابای گفتش که قابلمه بیار تا بهت نشون بدم. قابلمه رو گرفت زد ته قابلمه تق تق تق. پرسید صدای چیه؟ مشنگه گفت دارن در میزنن. بابا گفت حالا فهمیدی چرا بهت میگن بیشور؟ حالا این قابلمه رو بگی تا من برم در رو باز کنم بیام ببینم کیه. آیا دکتر هدف مقام عظما از سخنرانی وحدت تو نظام بود. الان هر دو طرف همون سخنرانی رو گرفتن میزنن تو سر کله هم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن کتلت هم هدفش این بوده که کباب کوبیده بشه، ولی مشکلات زندگی مانع پیشرفت بیشتر شده. روشن شد یا همچین بزنم که کتلت من بشی. فکر میکنم که تفهیم و تفاهم بین مقام عظما و مسئولین نظام درست نیست. مقام عظما یه منظوری دارن، مسئولین نظام یه منظور دیگه. آفرین به این شب استراتژیکی که فکر کنم از خودم بهت نشر کرده. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن که یارو رفت امتحان رانندگی بده، افسره بهش گفت روشن کن برو عقب، یارو ماشین رو روشن کرد، بعد پیاده شد رفت عقب نشست، افسره با خاک یکسان شد. عین مقام عضوای خودمون که الان با خاک یکسان شده. سایز قبای ولایت برای عضو از اولش هم مناسب نبود، گشاد میمد براش، مجبوره که طفلی دو پهلو صحبت بکنه که اوضاع حفظ بشه، ولی تقصیر اوضاعه که دیگه حفظ نمیشه. کنفرانس وحدت هم که میذارن سر نماز خوندنش تفرقه میشه. آی دکتر یه تماس تلفنی فوری داشتیم از سبزعلی رضایی، کاندید مادام العمر نظام. اعتماد به نفس این سبزعلی رو اگه کاکتوس داشت سالی 3 بار هلو میداد. ایشون گفتن تو این سگ دعوا که کسی صاحبشون نمیشناسه چرا مقام عظما شخصا وارد نمیشن که به جای دو پهلو صحبت کردن و پیچوندن قضیه صاف از هیبت و اتوریته خودشون مایه بذارن و بگن به خاطر من دعوا رو تمام کنین. سبزعلی بعضی وقتا از شعورت استفاده کن، نترس، اگه تموم شد من برات بازم میگیرم. آخه کدوم هیبت. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله میفهمودن 2 نفر داشتن همدیگر رو میزدن به قصد کشت. یکی اومد گفتش که به خاطر من همدیگر رو نزنی، برگشتن گفتن خفه بابا میام همچین میزنیمت که صدای بز بدی، حالا بره نفوذ و مورد علاقه بودنش به خودش بباله. آیا دکتر اشاره کردین به صدای بز، میمنق هم یه نامه داده. محمد رضا نقدی رو میگی دیگه. البته حیف نق که به این بگن، چون نقو میزنن اینو باید زد در بوداقون که با خاک یکسان کرد. تنها کسی که ندید میگم از سبزعلی بیشورتره. گفتن بیایم در برابر فتنه که الان تو پاریس به صورت تظاهرات علیه آرمان‌های امام و ارزش‌های بسیج شکل گرفته، یه تظاهرات 9 دی که حالا گذشت 9 فوریه تو پاریس راه بندازیم که نفرات سفارت خودمون بشار و اینا رو جمع کنیم، ساندویچ فراوون هم بدیم، یه شعاری بدیم به نفع مقام عظما. بکی مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله
میفهموندن که مشنگه رفت پاریس، گفتن صبونه چی میخوری؟ نمیخواست بره خودش بیاره که زبون بلد نیست، چشاشو خمار کرد، گفت کق مقبا با نون بغبغی. هر وقت این نقدی خواست بیاد اینجا بگو سر راه یه کمی خفقونم بگیره بعد بیاد اینجا. ناکس. این که عظما اگه یه کف گرگی و یه زیرزانو خورده بود اینقدر زجر نمیکشید که تظاهرات پاریس کشیده، درسته، ولی این وسط این گوشکوب نقدی تو بحث استراتژی چه کار میکنه؟ این خودش یه سوال فلسفیه. اعتماد به نفس اینو اگه خمیر بربری داشت الان پنیر موزارلای کم چرب بود. آقای دکتر، حاجی علم الهدا به مخالفین حمله کرده و گفته اگه همه نماینده های خبرگان هم جمع بشن نمیتونن حریف مقام عظما بشن. چه خبر شده مگه؟ مرحوم ابدی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که یه روزی یه سامورایی بود که میتونست تک و تنها 24 مرد جنگجو رو شکست بده. یه روز 25 مرد جنگجو بهش حمله کردن، همچین فکشو گذاشتن کف دستش که جسم ناقصش دیگه تو نماز جمعه هم نمیتونست شرکت بکنه. آقای دکتر، این قیمت نفت هی داره میره پایین. اینم بحث سرشو باز میکنی تو؟ منظورم اینه که اقتصادیمون که داغون بود حالا اینطوری هم که بشه بلش کن. حاجی روحانی گفته کلید دستشه. منظورم اینه که الان تحریما برداشته نشده. حاجی روحانی گفته انتظار رفع سریع تحریما رو نداشته باشی. سانتریفوژا و غنی سازی هم که به باد رفته های دکتر. حتما باید همه اینا رو یاد همه بیاری. عجب بدبختی گیر کردیم ما. تو برنامه گذاشتی که راستشو به مردم بگی یا یه شیره‌ای بماری سر بسیجی‌ها. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن به یکی گفتن اگه پلنگ دنبالت بکنه چه کار میکنی؟ گفت میرم بالا درخت. گفتن اگه اومد بالا درخت چه کار میکنی؟ گفت میرم سر شاخه. گفت اگه اومد سر شاخه چی؟ برگشت گفت ناکس، پلنگه ولم میکنه، تو ولم نمیکنی. عجب بدبختی گیر کرده بود اون بیچاره. آقای دکتر، من منظور پلنگی نداشتم، اتفاقا میخواستم بگم طوری نیست. نظام اگه از شاخشونه کشیدن تو منطقه دست برداره و دم دستگاه بمبسازی هم اوراق بکنه، حقوق بشر هم یه کمی رعایت بکنه، تو معادلات منطقه‌ای راش میدن. دیگه چه کار بکنه؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که قایقه غرق شده بود، 4 نفر تو آب دست و پا میزدن. هلیکوپتر نجات 3 نفر بیشتر جا نداشت. خلبانه گفتش که من از هر کی یه سوال میکنم، اگه درست جواب داد سوار میکنم، هر کی هم جواب نداد سوار نمیکنم. به اولی گفت واحد پول آمریکا، گفت دلار، گفت بیا بالا. به دومی گفت پایتخت فرانسه، گفت پاریس، گفت بیا بالا. به سومی گفت پر جمعیت ترین کشور دنیا، گفت چین، گفت تا بپر بالا. به چهارمی گفت پر جمعیت ترین شهر سوازیلند کدومه و مذهب مردمش چیه؟ یارو گفت نامرد. خب این بچه آدم بگو جا نداریم، انقدر اذیت نکن دم آخری دیگه. یه سال خودمونی هم دارم آیه دکتر. اینا یه بچه کوچیک پرسیده، فکر کنم همونی که تو آشپزخونه اورانیوم غنی میکرد، پرسیده چرا سگا ولی فقیه ندارن؟ چون اونا بدون ولی فقیه هم زندگی سگی دارن. یعنی چی آیه دکتر؟ این بدآموزی نیست برای بچه ها؟ یعنی میخوای بگی اونا که ولی فقیه دارن زندگیشون سگیه؟ نه من کجا هم حرفی زدم؟ حرفی زدی تو دهن من ناکس. فکر کردی نمیتونی بزنی زیرش، فیلمت ضبط شده آیه من لازم نکرده بزنم زیرش. من میزنم زیرش چه خبر من فیلم بکنه؟ آخه تو میگی اونایی که ولی فقیه دارن زندگیشون سگیه.